دوستان و همراهان عزیز کانال ایران تور، سلام. اگه ویدیوهای قبلی من رو دیده باشید، من معمولا در سفرهام در سراسر ایران هر جا توریست های خارجی رو ببینم باهاشون صحبت میکنم و گفتگوی ترتیب میدم، ازش ویدیو میگیرم و در کانالم آپلود میکنم. و آخرین باری هم که یه توریست خارجی رو دیدم 2-3 ماه قبل بود در شهر بندرعباس که یک توریست چینی بود. دیدمش و ازش ویدیو تهیه کردم و توی کانال آپلود کردم. چند تا نکته بود راجع به این ویدیو که چون زمان این ویدیویی که آپلود کرده بودم کوتاه بود، نتونستم همه نکات رو توی اون ویدیو به شما دوستان بگم. نکته اولش این بود که من مسیر اینو توی ویدیو اشتباه گفتم. یعنی من گفته بودم مسیرش از چین اومده افغانستان، بعد پاکستان، بعد ایران، ولی اینجوری بود که از چین اومده بود پاکستان، رفته بود افغانستان، دوباره از افغانستان برگشته پاکستان و از پاکستان وارد ایران شده بود. مسیرش تو ایران هم از مرز میرجای وارد ایران شده بود، بعد از اون شهر زاهدان، بمجیروف و نهایتاً بندرعباس. نکته بعدی هم این بود که این توریست چینی اصلا زبان انگلیسی بلد نبود. معمولا ما توریستا رو که میبینیم، توریستای خارجی، اگه انگلیسی زبانن که هیچی، اگه هم نیستن در حدی بلدن که بتونن توی کشور خارجی صحبت کنن و کارهایی که دارن انجام بدن. ولی من این توریست رو که دیدم گفتم Hello, are you a tourist؟ اصلا نتونست این سوال ساده منو پاسخ بده و یه گوشی داشت که روش نرم افزار ترجمه صوتی چینی به فارسی و فارسی به چینی داشت و از اون طریق کارهاشو انجام میداد. نکته بعدی هم این که چینی ها نیازی به ویزا ندارن وقتی میخوان بیان ایران، ولی ما ایرانی ها باید حتما ویزا بگیریم. و در پایان من یک فهرست پخش درست کردم که ویدیوهایی که گفتگو کردم با توریستای چینی توی اون فهرست پخش میذارم و در انتها میتونید اون فهرست پخش رو ببینید که همش مربوط به گفتگو با توریست های خارجی هست که به ایران میان. ممنون که وقت گذاشتید و یک ویدیو دیگه رو از کانال ایران تور تماشا کردید.